خیر خارج تشویش نکن. دوستای عزیز، واقعا سخت است وقتی ما میاییم یک هموطن ما رو به این حالت میبینیم. وقتی ما میاییم یک خواهر که به شکل یک برادر بزرگوار ما به نام بریالای وسیم است، جا داره ازشان تشکری بکنیم. خداوند حجر دارین نصیبشان بکنه. و یک برادر دیگه ما به نام نصیر احمد است. میشه به حقی دو برادر ما دعا بکنی خوارک قندان. سلامت باشی خوارک قند. به نام خداوندی که همه دار و ندار ما از حال اوست. دوستان عزیز، السلام علیکم و رحمت الله. هموطنان بینایت مهربان، امید داریم که ماه مبارک رمضان را به خیر و خوبی سپری کنین و طاعات عباداتتان قبول پروردگار مهربان باشد. دوستان عزیز، بازم امروز شما در تصویر می‌بینیم به خانه یکی از فامیل های آمدیم که دخترکشان در ویدیوهای دیگه شما دیدین که مبتلا به مرض سرطان است. یکی از برادرای ما به نام بریالای وسیم برشان همکاری کرده. جا داره که از برادر ما بریالای وسیم تشکری بکنیم. و همچنان یک برادر دیگه ما به نام نصیر احمد همچنان سهم گرفتن، همکاری کردن. جا داریم از او تشکری بکنیم. انشاءالله شما ویدیو را ببینین. میریم فامیل دخترک میبینیم از نزدیک، ببینیم با چه مشکلات سرپیچار هستن. سلام خواهر جان، خوب هستید؟ سرطان خوب است؟ بخیر هستید انشاءالله؟ فامیلا خیریتی است؟ چطور است خواهر؟ سرت خوب است انشاءالله؟ خوب نشدی؟ بیا برآمده. شما خوب هستین خواهر عزیز؟ بازده به این مدت چند روز پیش دکتر بردی میشه؟ یا نرفته دکتر؟ نه بردن که نمیشه تکلیف میاد. خب دکتر قبول نمیکنن، نبودترش میکنن. نیست صدای ما نیست دوباره نشه باکستان دوباره اشتباهی جنگه نمیشه. صرف نما قدام میدیم کارم برش کارم هم میشه کارم. نورامی خودمون نورامی داره داده، نورام است. قسمی که در یک ویدیوی گذاشتم دیدیم یک دانه در قسمت پایت سرایت کرده. دیدیم قسمت پایت برآمده بود. ولی کدام دانه دیگه برآمده؟ دیگه برآمده. بازی حتما نورام است. خب صحیح دیگه. درد داره؟ خیر خارج تشویش نکن. دوستای عزیز، واقعا سخت است وقتی ما میاییم یک هموطن ما رو به این حالت میبینیم. وقتی ما میاییم یک خواهر که به این شکل وقتی که خواهر ما میبینیم خواهرای خودم آدم شما باور بکنید. میشه به حقی دو برادر ما دعا بکنی خوارک قندان.
سلامت باشی خواهرفند. خواهر عزیز، دو دوست ما امروز سهم گرفتن تا با این خواهر ما همکاری بکنن. یک برادر بزرگوار ما به نام بریالای وسیم است، جا داره ازشان تشکری بکنیم، خداوند حجر دارای نصیبشان بکنه. و یک برادر دیگه ما به نام نصیر احمد است، مبلغ 1000 2000 3000 4000 5000 6000 و 6500 و اینی مبلغ دیگام است که از این ما یک کم برشان جوز گرفتیم و شیر گرفتیم. درست است؟ به این پول شما بگیریم که 5000 زی از طرف برادر ما بریالای وسیم است و 2000 شام از طرف برادر ما نصیر احمد است. دیگه بازم تشکر از شما. تشکر از کسایی که کمک ما کردن. خیلی تشکر از شما. خیلی بازم سلامت باشی خواهر.